من رفتم. ای وای. هی چی باید بگم نمیدونم. بگو من اومدم ریاکت برم. سلام علیکم خوشگلای من، حالتون چطوره؟ اومدیم با یه ویدیو. سلام. آها حالت چطوره؟ خب من امیرم، امیر گوباگه. اومدم اینجا با یه ریاکشن به آهنگ هوداتکا. چنلو ساب کنید، لایک کنید. چنل چیه؟ از کجا پخش میشه؟ از نابیز پخش میشه. منو به زور آوردن اینجا ریاکت برم. میدونی که موام معلومه من متال هدم، اصلا این چیزا رو گوش نمیدم. خب میریم که داشته باشیم. آهنگ فیته با آمیرسا اگه اشتباه نگفته باشم به اسم توروما. فیت با هوداتکا. امیر چند ثانیه یه بار پاس بزن کپی رایت نخوریم. حتما. سمونی که میدم به تو نشونش، خوش قدر عشقو بدونه یه بار از تو این چشا فکر رو بخونه. من نیستم اونی که بخواد قلبو بشکونه، میکنه فکر به تو مغز پنونش ولی فکر نکن یه لحظه بتونه. من دائما تو فکرتم اوورتین که شدم عاشق یکی که خودش نیستش، دم گیره از گلش ریسکه چون اون دوباره یاد تو میافته. امید داره این ور راه تو میافته، همیشه رای احساسی و واسه تو میگفته. زنگ میزنی تو واسه چی بمرده، مهربون شدی خب واسه چی خورده. نیستم اونی که میدم به تو نشونش، خوش قدر عشقو بدونه یه بار از تو این چشا فکر رو بخونه. من نیستم اونی که بخواد چرا پاز نمیزنی وسطش؟ چند وقت یه بار باید پاز بزنی یه حرفی بزنی در مورد ترک. چون فعلا دارم گوش میکنم. خب نه باید چند ثانیه پاز بزنی، هم کپی رایت نخوری هم باید صحبت کنی احمق. تا اینجا فعلا یه وایب خیلی پاپ داشتم از این دوستمون. تا الان خیلی پاپ تایپ داشت میخوند و یه ذرم فلوش آشنا میزد تا اینکه یه چی میگم. فکر رو بخونه. من نیستم اونی که بخواد قلبو بشکونه، میکنه فکر به تو مغز پنونش ولی فکر نکن یه لحظه بتونه. من هیچ وقت نفهمیدم چه شد آخر. اوه سلطان اومد یه لحظه بتونه. من هیچ وقت نفهمیدم چه شد آخر. بکن آدمی که نوشتم این شعر رو واسش یه دل داده بوده که دل یه دل رو بکن. من تازه داشتم باد میکردم عشق و باور، گفتم بهم بده خدا صبر که داد بمونم. تازه داشتم میکردم باد عشق و باور، کارو گرفتم بهم بده خدا صبر که داد بمونم. این یه کار عاشقونه است که توش یاد اونم. عشق باش واسه من مثل ساختمونه که نیمه کاره موندش هرچی ساخته بودم. همه ساختمونه نیمه کاره چیزی ساختگی نی، اما تو رفتن تنگو بود در رو برنامه ریزی. اشتباه با سیاهی کنار میام با سفیدی، چون جز فراموشی واسم اصلا هیچ آیتمی نی. اونم یکی مثل فراموشی واسم هیچ آیتمی نی. هیچ آیتم دیگه واسه من نذاشتی. من روانی که هم عصبی هم مدایی، که هم عاشقشم هم ازش فراری. انگار فقط اون میتونه کنه عصبانی. نیستم اونی که میدم به تو نشونش، خوش قدر عشقو بدونه یه بار از تو این چشا فکر رو بخونه. من نیستم اونی که بخواد قلبو بشکونه، میکنه فکر به تو مغز پنونش ولی فکر نکن یه لحظه بتونه. نیستم اونی که
بدم به تو نشونش خوش قدر عشق و بدون یه بار از تو این چشا فکر رو بخونه من کورسش خیلی باله، کورسش واقعا خفن کچیه. به نظر من اگه جفتشون با هم یه جا میخوندن باحال میشد کورس. نیستم اونی که بخواد قلبو بشکونه میکنه فکر به تو مغز پنونش ولی فکر نکن یه لحظه بتونه اوتوش هم که خفن و باحال بود. ترک به نظرم ترک خیلی باحالی بود، یه ذره ولی پاپ میزد، من با این چیزش حال نکردم. ورس هودادم خیلی کم بود نسبت به کل ترک، ورس خیلی کمی داشت، یه ذره بیشتر بود قشنگتر میشد. این هم از اولین ریاکشن ما. ترک کلا ترک رو دوست داشتم، ترکی هستش که بخوام بازم گوشش بدم، خفن بود. مرسی که تا اینجا دیدید ویدیو رو، دوستتون دارم. ساب لایک یادتون نره. چی میگی؟ الان ترک رو بررسی کردی تو؟ آره. بعد الان گفتید بیت به بیت باید مثلا اینجا پاز کردی بگی او اینجا خیلی مثلا بد بود یا اینجا خیلی خفن بود. چیز بدی نداشت آخه، چیز قشنگی هم داشت گفتم. اوکی، یعنی چیز بد و خوبش هم گفتی؟ آره اوکی. بچه‌ها ساب و لایک یادتون نره. همین گوباگه از این به بعد چیکار می‌کنی؟ ریاکت میرم براتون. چرا؟ چون همین گوباگه این کارو دوست داره. به ترکای من ریاکت نمیرم، با خودت میرم. گنگ 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 گنگ، دوستتون دارم. کارو بگیرید و لینک آهنگم میذاریم توی دیسکریپشن ویدیوی یوتیوبمون. به نظرم یخت آب میشه بعدا. ایشالله یخت باز میشه ایشالله. شاید اگه نفر بالا سرم نباشه راحت‌تر باشم. منظورت باشه؟ نه باشه. خدا آقا مراقب خودتون باشین.